من از چنل روحان گل. خب همونجور که از تامنیل تایتل ویدیو فهمید اومدم امروز آپلود ویدیو و چه سبک ویدیویی آپلود میکنم و روز آپلود شورت ویدیو رو بهتون بگم. خب اول لایک کامنت سابسکرایب بکنید و بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه اول میخوام روز شورت ویدیو رو بگم. ما در هفته 3 روز شورت ویدیو میذاریم. مثلا ممکنه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه باشه یا یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، حالا فرق نمیکنه چه روزی. ولی در هفته 3 روز 3 تا شورت ویدیو داریم و الان میریم سراغ لانگ ویدیو. خب ما در هفته 2 روز لانگ ویدیو داریم، مثلا مثل پنجشنبه، جمعه، دوشنبه، سه شنبه، یک شنبه، چهارشنبه، اینطوری باشه. حالا ممکن نیست چه روزی باشه، پس همیشه زنگوله رو فعال داشته باشین و هر وقت ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشین و برین تماشا کنین. بعد براتون میخوام یک دونه گیم پلی قشنگ برم داخل ترینینگ. گیم پلی با M10 و دیزرت. لیتس گو. خب بچه ما الان M10 بی خطه، M10 رو خطدار میکنیم. یا اول M10 رو خطدار میکنیم. اینم از وضعیت پینگمون که خیلی خوبه. آخ دیزرت نگرفتم. این از وضعیت پینگمونه که خیلی خوبه. یک دو سه تا اینجا تنظیم اینجا خیلی خوبه. فکر نکن خیلی خوب میخوره امده. حالا میرم داخل بازی ببینیم چه خبر. فقط خودمون فشار نداریم. توجه نکنیم. دوسته تو کامنت بذاریم. حتی میشه ویدیو روزان بیشتر. وقتی شما داخل کامنت چیزی چالش میادش بنویسید من حتما میکنم. بعد چالشی داریم براتون میکنم. زیاد ویدیو که خرج کردنی نداریم.
ویدیو گیم خرج کردنی نداریم. شاید در ماه یکی یا خیلی کم گیم خرج کرده بدیم. اگر حمایتتون زیاد باشه اگر حمایتتون زیاد باشه من یوتیوب ول نمیکنم و فعالیت میکنم. بعد تو کامنت آیدیوی خفنی هم داریم بنویسیم، ما میام آیدیو برسیم حتما کامنت ها رو میکنم. پس حتما چالش آیدیو خفن رو بنویسیم. حالا بریم یکم بزنیم. نبینیم من چقدر نیست میدم بازی اومدم تو بازی. بچه یک